بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. امیدوار هستیم که صحت و عافیت یار و قرینتان باشه. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 در خدمت شما هستیم. این جلسه بنا داریم فصل ششم را با هم دیگه بحث کنیم. در بحث فصل ششم ما یکی از بحث‌های مهم مربوط به موجودات زنده تحت عنوان تولید مثل را بحث خواهیم کرد. در این جلسه بنا داریم با هم دیگه بحث تکثر و انکشاف جنین را با موضوع شناخت اعضای تناسلی مذکر و مؤنث پی بگیریم و قاعدتاً در این بحث ما ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر را در این جلسه صحبت خواهیم کرد و ادامه بحث ها را در جلسات بعدی با هم دیگه پی میگیریم. کما فی السابق ما در پایان بحث هم بحث حل سوالای کنکور سالان گذشته را داریم. با ما همراه باشید. بحث تکثر و تولید مثل یکی از بحثایی است که در بحث موجودات زنده فوق العاده اهمیت داره. ما در بحث‌های موجودات زنده موجود به نام ویروس داریم یا ویروس که این ماده را بعضی از دانشمندان این موجود را جزو موجودات زنده در نظر نمیگیرند به دلیلی که موجود به تنهایی نمیتونه تولید مثل و تکثر داشته باشه و بعضی از دانشمندان بر اساس خصوصیت دیگه اون را جزو موجودات زنده قرار میدن. به هر ترتیب ما میبینیم که این بحث تولید مثل آنقدر اهمیت داره که میتونه یک موجود را از دایره موجود زنده بودن خارج بکنه یا او را در این موجود در این دایره نگه داره. پس ما بحث تکثر که در فرایند و پروسه او میبینیم یک نسل دیگه به وجود میاد و صفات از یک نسل به نسل دیگه منتقل میشه شاهد هستیم. در بحث انتقال صفات و وراثت و تولید مثل بحث‌های اولیه در فصل‌های اولیه داشتیم، اما این فصل مشخصاً رو بحث تولید مثل و تکثر انسان تکیه داره. سعی میکنیم با توجه به وقتی که داریم به اندازه کافی دربارش صحبت بکنیم و مسئله برای شما واضح و شفاف شود. توجه کنیم در اسلاید اولی که در نظر گرفتیم ما نیاز داریم که ابتدا انواع تکثر و تولید مثل موجودات زنده را با هم دیگه آشنا بشیم و ببینیم که انسان دارای کدام نوع تکثر و تولید مثل است. توجه کنین انواع تکثر موجود زنده میتواند زوجی باشه. زوجی به این معنا که درش دو تا موجود زنده به عنوان مذکر و مؤنث موجود باشه. ما در اونجا میبینیم که اعضای تناسلی نرمال که وظیفش تولید گمیت های جنسی است تولید میشه و در نتیجه با القاء این گمیت ها ما شاهد یک موجود زنده ای هستیم که اولین حجرات را اصلا بهش زایگوت میگیم. زایگوت بعد از اینکه انکشاف پیدا میکنه، رشد میکنه و نمو پیدا میکنه، میتونه یک موجود زنده را به وجود بیاره. انسان از دست موجوداتی است که دارای تکثر زوجی هست و میبینیم که در ایجاد نسل بعدی یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر اشتراک گامتی دارند و تولید زایگوت را میکنند. اما در نقطه مقابلش ما تولید مثل غیر جنسی داریم. قاعدتا در اونجا یک موجود کفایت میکنه و ما تولید گامت را نداریم. بحث القاح را هم نخواهیم داشت. نمونهش اگر یادتون باشه در سال گذشته با بحث ترمیم در ستاره بحری آشنا شدین. در ستاره بحری اگر یکی از بازوها جدا میشد قابلیتی را داشت که سایر قسمت‌های خودش را بسازه و اصطلاحاً یک موجود جدید هم ایجاد بشه. این یک تولید مثل غیر زوجی است. چرا؟ چون یک موجود در او شرکت کرده و بعضی از موجودها میتوانه هر دو نوع تولید را داشته باشه که نمونه هایش در سال گذشته باز هم با هم دیگه مرور کردیم و
خواندیم. خب چیزی که مهم است در بحث تکثر و تولید مثل، هدف نهایی تولید نسل بعدی هست که شاهد هستیم در انسان ها چنین اتفاقی میفته. اما اعضای تناسلی انسان چگونه است و چه وظایفی داره؟ توجه کنین، در مردها ما عضو مهم میره که در دستگاه تولید مثلی و تکثریش میبینیم خصیه ها هست. خصیه ها در درون بدن مردها میتونه با تولید اسپرم و هورمون های جنسی فعالیت های تولید مثلی جنس مرد را کنترل بکنه. توجه داشته باشین که در مرد هورمون هایی که از خصیه تولید میشه اندروژن هست. اندروژن به اضافه تستوسترون میتونه صفات مربوط به جنسیت مرد را کنترل بکنه و به این ترتیب ما شاهد هستیم که کسی که در درون بدنش در یک مقطع سنی خاصی تستوسترون آزاد میشه، این فرد به مرور زمان صدایش ضخیم‌تر میشه، مردانه تر میشه و میبینیم در قسمت‌هایی از بدن موهای ضخیمی رشد میکنه که از علائم بلوغ فرد هست. خب این علتش همین هورمون‌هایی است که اصطلاحاً هورمون‌های جنسی بهش گفته میشه. اما در خانم ها تصویری که میبینین، در زن ها ما 2 تخمدان داریم که در این تصویر میبینین 2 تخمدان سفید را مشاهده میکنین. وظیفه‌ای که داره تولید تخمه هست و همچنین تولید هورمون های استروژن و پروژسترون. این هورمون ها میتونه کنترل بکنه خواص زنانه را و همچنین در هر ماه 1 دانه تخمه را آزاد بکنه. در این تصویر پایین که میبینین این تخمه در حال آزاد شدن هست و وارد سیستم تناسلی زنها میشه و اگر در مجاورتش یک اسپرم قرار بگیره میتونه القاح و تولید زایگوت را هم داشته باشه. آزاد شدن تخمه در زمان خاصی مدیون آزاد شدن هورمون‌های جنسی زنانه هست که در ادامه بحث رو هم باز مفصل‌تر بحث خواهیم کرد. اما ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر ما در بحث مردها میبینیم که یک جور خصیه دارن و اصطلاحاً یک زائده اگر توجه کنین روی خصیه ها قرار میکنه. این قسمتی که اینجا میبینین اپیدیدایمیس وظایفی داره که صحبت خواهیم کرد. خریطه خصیه که شما در این قسمت میتوانین محل ذخیره شدن اسپرم هست و نلهای انتقال اسپرم. قده پروستات را میبینید، این قده که در اینجا میبینید این قده پروستات است و بالایش مثانه هست. نلی که انتقال اسپرم میکنه از درون پروستات باید عبور کنه و اگر این پروستات افزایش زیادی داشته باشه که معمولا در سنهای بالا اتفاق میفته، میتونه مانع خروج اسپرم و مانع خروج ادرار همچنین بشه. ما قده دیگه ای را میبینیم که در این تصویر نداریم، در تصویرهای بعدی با هم دیگه خواهیم دید. قده بولبوریترال هست. این قده هم وظایفی داره که در ادامه بحث خواهیم گفت و در نهایت میبینیم که اسپرمی که تولید میشه توسط مجرای اداره و آله تسخیر به خارج از بدن منتقل میشه. خب وظیفه اعضای تناسلی مرد را توجه کنین. ما میبینیم که در خصیه ها تولید اسپرم را داریم. خیلی توجه داشته باشین که اسپرم ها باید هاپلوید باشه تا بتونه با یک گمیت جنسی دیگه از طرف مادر مشارکت پیدا بکنه. مادر و پدر وقتی اشتراک گمیتی داشته باشن میتونه یک زایگوت دایپلوید را ایجاد کنه و همچنین در قسمت هایی که خواهیم خواند میبینیم اسپرمی که هنوز بلوغ پیدا نکرده و کامل نشده در اونجا ذخیره میشه، پخته میشه و بعد میتونه در بحث القاح شرکت بکنه. همچنین ما میبینیم که در اعضای تناسلی مرد انتقال گمیت ها را به دستگاه تناسلی زن هم به عهده میگیره. این وظایف بود که مربوط به دستگاه تناسلی مردانه هست. این تصویر بعدی اگر توجه کنین شما باز هم تصویر خصیه و اجزای داخلش میتوانین ببینین. ببینیم ساختمان خصیه چگونه هست و چه اجزایی داره. خب
خب واحدهای سازنده اسپرم توجه کنین. ما در داخل خصیه ها اگر توجه کنیم میبینیم یک تعداد تویوب های تا خورده داریم که اینها میتواند در دیواره و در جدارش با تقسیم میوسیزی که میده تولید اسپرم کنه. توجه کنین در این جداره ما حجرات اپیتیل میبینیم که اینها میتونن با تقسیم میوسیز در نهایت اسپرم و منی را به اصطلاحاً بسازه. ما منی را که اینجا گذاشتیم به معنای این است که اسپرم هایی که در درون منی قرار میگیره بر اساس تقسیم میوسیز حجرات اپیتیل اتفاق میفته و ایجاد میشه. اما در درون همین تویوب های تاب خورده ما حجرات مابینی رو میتونیم ببینیم. حجرات مابینی وظیفهش هورمون تستوسترون را آزاد میکنه. گفتیم که هورمونای تستوسترون در ایجاد صفات جنسی ثانویه میتونن نقش ایفا کنه و صدا ضخیم میشه و خصوصیات دیگه جنسی. اما در مسیری که اسپرم طی میکنه تا خارج بدن رها بشه میبینیم که در بحث واس دیفرنس که نل منی هست در اونجا تولید خواهد شد، بعد از او وارد میشه و در اونجا ذخیره سازی میشه و بعد مراحل بعدیش تا خروج از بدن را شاهد هستیم. توجه داشته باشین که جدار نل منی حرکتی موجی داره. این حرکت موجی را شما در تقریبا در شبیه مری هم شما میتونین ببینین. همونطور که در اونجا میتونه غذا را به سمت معده حرکت بده و به جلو برانه، در اینجا نل منی جدارش دارای حرکات موجی است و میتونه اسپرم را به جلو حرکت بده. توجه داشته باشین که مسیر خروج منی را با هم دیگه یک بار دیگه مرور کنیم. ما میبینیم که بحث تولید اسپرم در تویوب های که در خصیه وجود داره اتفاق میفته. این تویوب ها در نهایت منی را منتقل میکنه توسط لوله‌ای که وجود داره در خریطه منی یا کیسه منی، در اونجا ذخیره میشه و بعد از او از بین پروستات اون نل حامل منی عبور میکنه، از قده بلبولیترال عبور خواهد کرد و در نهایت به یوریترا میرسه. از مسیر یوریترا خارج خواهد شد به سمت خارج بدن. خب این مسیری بود که طی میکرد. اما وارد جزئی ترین بحث‌های سیستم تناسلی مردانه شویم. در این تصویر اگه توجه کنین شما مقدار زیادی از غددی که در درون بدن مرد وجود داره و میتونه اصطلاحاً قسمت‌های مختلف منی رو بسازه مشاهده میکنین. ما در قسمت سوم خریطه منی یا کیسه منی که محل وصل شدن نل ادرار و منی هست در این تصویر میتونید اگه توجه کنین این قسمت محلی است که نل ادرار و نلی که مربوط به منی است به هم دیگه اتصال پیدا میکنه و از اون به بعد مجرا یکی میشه. خب یک قسمت بعدی قده پروستات هست. قده پروستات را اگر توجه کنین این قسمتی که در اینجا برای شما دایره میکشم این قده پروستات هست. همونجور که میبینی یک مجرایی بینش وجود داره که میتوانه از اونجا ادرار و منی خارج شود. اگر تحت شرایط این پروستات کلان شود این مجرایی که در اینجا وجود داره مجرا باریک میشه و میتونه در نهایت باعث حبس ادرار بشه که فوق العاده سمی میشه بدن و دچار اختلال میشیم. اما قده پروستات محل منشأ گرفتن نل ادرار میباشه و علاوه بر او ما میبینیم که یک مقدار مواد قلوی آزاد میکنه. به چه درد میخوره؟ به درد ازی میخوره که این مواد قلوی باعث زنده ماندن اسپرم میشه. محیط و pH را بر اساس نیازهای اسپرم میتونه مهیا بسازه و همچنین حرکت اسپرم را هم میتونه به عهده بگیره. خب این مطالب بود که درباره پروستات قابل طرح بود. اما قده‌ای که گفتیم تحت عنوان بولبولیترال در این تصویر شما در این قسمت پایین دو قده خیلی خرد را میتونین ببینید که قده های بولبولیترال هست. ما میبینیم که اضافه کردن افرازات خودش به منی داره
و نزدیک به قاعده نسج اسفنجی خیال تسکیر قرار میگیره، این محل قرار گرفتنش. اما ترشح مواد قندی فروکتوزی باعث میشه که انرژی مورد نیاز برای اسپرم تامین شود و در نهایت با این ترشح موادی که داره میتونه محیط تیزابی اعضای تناسلی جنس مذکر را جنس مؤنث را خنثی بسازه و در نتیجه اسپرم وقتی که در اون محیط قرار میگیره دچار آسیب نشود. پس اگه توجه کنین تک تک اینها وظیفه گرفتن که اولا بحث لقاح به نحو احسن اتفاق بیفته، یعنی اسپرمی که به تخمه میرسه اسپرم سالمی باشه و دچار آسیب نشود. و در قسمت نهایی ما میبینیم آله تسکیر وجود داره که در اونجا خاصیت اسفنجی و با خارج کردن اسپرم میتوانه در بحث القاح کمک کنه. خب توجه داشته باشین که ما تعداد زیادی اسپرم رو میبینیم در هر مقدار انزالی که اتفاق میفته خارج میشه، اما یک اسپرم فقط میتونه القاح پیدا کنه و سایر اسپرم ها محکوم به مرگ هستند. و توجه داشته باشین که آن چیزی که بقیه اسپرم ها را از بین میبره محیط تیزابی تویوب فالوپسین هست که در جایش انشالله اگر فرصت شد صحبت میکنیم که کدام قسمت بدن قرار داره. خیلی خوب، بحثای ما در این جلسه به پایان رسید. مختصری از ساختمان دستگاه و سیستم تناسلی مذکر را با همدیگه آشنا شدیم. با همدیگه سوالای کانکور رو حل میکنیم و مرور میکنیم درس امروزمونه. سوال اول توجه کنین. پروژسترون و استروژن در عضویت انسان ها چه اهمیتی دارند؟ اگر توجه کنین این مربوط به سیستم تناسلی زنانه بود، پس گزینه اول کلا جواب نیست. همه گزینه های درست است، این خط میخوره. اما خواص زنانه را کنترل میکند، این درست است، ولی صحیح تر این است که در آزاد شدن تخمه و کنترل خواص زنانه شرکت میکنه. گزینه 3 دقیق تر و کامل تر است و جواب این سوال می باشه. بله. در زنان گناه‌هایی که تولید تخمه میکنن عبارتن از، اگر یادتان باشه ما گفتیم تخمدان ها هستن که تولید اصطلاحاً گمت میکنن. در مردها خصیه های این وظیفه رو به عهده میگرفتن. خب گزینه 2 صحیح است. هورمون های استروژن در یکی از ساختمان های ذیل تولید میگردد. و اگر یادتان باشه باز هم میبینید که در اینجا بحث تخمدان مطرح شده و گزینه 1 صحیح است. کدام یک از هورمون های ذیل هورمون جنسی مردانه است؟ خب اگر گزینه 4 رو ببینین تستوسترون رو میتونین ببینین، گزینه 4 و صحیح است. بله. کدام یک از هورمون ذیل خواص مردانه شخص را کنترل می کند؟ استروژن، اندروژن فقط مردانه است، دو تا دیگه زنانه است، گزینه 2. بله. وظیفه غده پروستات عبارت است از ترشح مایع تیزابی، مایع خونین و مایع قلبی. اگر توجه گزینه 3 جواب است و او حالت تیزابی را می توانست حذف کنه. غده پروستات چه قسم یک مایعی را ترشح میکنه؟ خب بازم همو بحث است با یک عبارت دیگه به نام القلی. بله. به پایان سوالای کنکور رسیدیم. امید است که این جلسه برای شما مفید باشه و در راه علم‌اندوزیتان کمک کنه. شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.